بالاخره برای یه اکانت نوبی اومدیم 400 تا جم زدیم. البته یه آفر $1 بود، 300 تا جم، تاپ هم 100 تا جم. اومدیم بویا پس رو بگیریم، 100 تا هم برای ایونت جدید که اومده بزنیم. بدون معطلی برو بریم سراغ این ویدیو خیلی خیلی قشنگ. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه عشقم. خب بریم یه نگاهی به بویا پس گرگومیش بندازیم بچه‌ها. یه بویا پس خیلی خیلی خفنی، 94 تاش هم پول کردم. پیشنهاد میکنم بگیرینش، واقعا ارزش خرید داره. اینو گرفتیم، ستاش هم کلایم بکنیم و خب بگیریمش. اومد بیرون نسان خورد. اونجایی که اینترنت ایران خیلی عالیه، اصلا عالیه رفقا. بعد سالها اومد. خب یه ست دخترونه خفن داره، یه دونه باکس هم داره، میتونید پت ازش انتخاب بکنید. دنس داره، کیل باکس یا لوت باکس هم داره. لوت باکس و کیل باکس یکی، البته بگ و اسکیت و اینام داره. حالا بریم بذاریمش روی پروفمون. اصلا وزیر ارتباطات اصلا عالی، اصلا بله 100%. اینجا میذاریمش، ذخیره رو میزنیم. 100 تا جم هم مونده بچه. به نظرتون بهمون میده این سته رو یا نه؟ بریم نگاه بندازیم بهش. وجدانه ست قشنگیه. رینول دیگه، درسته. 19 تایی اسپین میزنیم. یعنی من واقعا توقع دارم بین اینا یا لوت باکس رو بده، یا یخه رو بده، یا بگیش رو بده. یعنی واقعا اگه بده خیلی خوششانسم من دیگه. البته اکانت نوبی باید بده، لول قدیم که اینجوری بود میداد، نداد. صد تا جمعمون اینجا به باد رفقا. هیچی هم نگرفتیم. البته این باکس رو یه نگاه بندازیم. بین اینا کدومو بگیریم؟ بذار اینو بگیریم. اینترنت عالیه. نداد بنازم. 100 تا جم رفت، به علاوه اینکه توکناش هم رفت، نداد هیچی. خب رفقا مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. بچه‌ها قرار بود تو این ویدیو من بهتون آموزش رو بدم، ولی ویدیو بعدی آموزش رو میذارم. حتما کانال ما رو دنبال بکنید، آموزش رو دنبال بکنید. یا آموزش راجع به کلش رویال و بتل رویاله، خیلی خیلی خفنه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید دوستان عزیز. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.